الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. یک بار دیگر میهمان خانه های شما هستیم با قسمت دیگر از مجموعه برنامه های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن. امیدوارم در این جلسه هم صبوری بفرمایید و ما رو تحمل بکنید، همون گونه که در قسمت های قبلی ما رو در اجرای برنامه یاری کردید با همراهی خودتون و با پیگیری خودتون. در این برنامه قصد داریم راجع به یک صفت بسیار مهم از صفات اخلاقی سخن بگیم. یک ویژگی بسیار ارزشمند که در ایمان به منزله سر معرفی شده، صفتی که وجودش بسیار مهمه، صفتی که در تمام جزء زندگی ما نیاز داریم تا به اون مزین بشیم. صبر، کلمه‌ای که ذکرش انسان رو به یاد سختی ها میندازه، ذکرش انسان رو به یاد مشکلات میندازه، ذکرش انسان رو به یاد اتفاقات ناخوشایند میندازه. صبر صفتی است که در قرآن کریم بیش از 100 بار درباره اون صحبت شده، یا حداقل به تعبیری بهتر راجع به کلمه صبر و مشتقات این کلمه بیش از 100 بار در قرآن مجید سخن گفته شده. صبر در لغت یعنی ایستادگی، یعنی استقامت، یعنی پایداری، و در اصطلاح یعنی بازداشتن نفس از بیتابی، بازداشتن زبان از شکوه‌های ناجایز و بیجا، و بازداشتن اعضا و جوارح بدن از هر گونه گناه. صبر رو میشه به 3 قسمت تقسیم کرد. اگر بخوایم انواع صبر رو بیان بکنیم، صبر به 3 دسته تقسیم میشه. صبر بر مأمور، یا به تعبیری ساده تر عبادات، صبر بر محظور، و به تعبیری دیگر صبر بر اون چیزی که الله تعالی ما رو منع کرده از اون منهیات، و قسم سوم صبر بر مقدور، صبر بر مصیبت ها، صبر بر اون چیزی که الله تعالی در قضا و قدرش برای ما قرار داده. صبر بر عبادت اولین نوع صبر و یکی از مهمترین انواع صبر. عبادات مختلف برای انجام دادن نیاز به صبر دارن. انسان جسمی داره که این جسم نیازهایی داره، این جسم خسته میشه، این جسم توان و طاقت مشخصی داره، و طبیعتاً بعضی وقتها فراتر از توانش، بعضی وقتها بیشتر از طاقتش نمیتونه فعلی رو انجام بده، و الله تعالی هم هیچ نفسی رو بر اون چیزی که فراتر از طاقت انسانه مأمور نکرده و مؤاخذه هم نمیکنه. اما در بسیاری از موارد نیاز داره انسان به صبر، نیاز داره به استقامت، پایداری، تحمل. بعضی چیزها هستن که شاید ظاهرش برای انسان زیاد جالب نباشه، انجام دادنش
انجام عبادت سختی داره. در رأس عبادت ها توحیده، عقیده توحید. مهمترین چیز در اسلام عقیده است. پایمردی و استقامت بر توحید مهمترین چیزی که در بحث عبادت باید مطرح بشه. ما در انجام عبادت هامون در مرحله اول نیاز داریم تا بر توحید استقامت داشته باشیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. کسانی که میگن رب ما الله هست، یعنی بندگی غیر الله رو نمیپذیرن، یعنی حاضر نیستن به پیش غیر الله خم بشن، یعنی حاضر نیستن غیر الله رو عبادت بکنن، یعنی حاضر نیستن که از غیر الله حاجت بطلبن، یعنی حاضر نیستن که در عبادت با الله کسی دیگه رو شریک بکنن و توحید الله رو پذیرفتن. اینها و استقامت میکنن. استقامت در این بحث، کسانی که توحید رو پذیرفتن باید استقامت داشته باشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم و یاران بزرگوارش در صدر اسلام بسیاری از مشکلات، یا میتونیم بگیم تمامی مشکلاتی که دامنگیرشون شد در اون فضای مکه که خیلی آرام به زندگی شخصی خودشون مشغول بودن و یک دفعه سیلی از مشکلات به سوی اونها حمله ور شد، به خاطر پذیرش عقیده توحید بود، به خاطر قبول توحید بود، به خاطر گفتن کلمه لا اله الا الله. این همه مشکلات رو تحمل کردن و صبر کردن بر اون مشکلات. پذیرفتن توحید نیاز به صبر داره. پذیرفتن توحید نیاز به استقامت داره. الان خصوص در جامعه‌ای که جو شرک و بدعت و خرافات همه جا رو فرا گرفته، اگر انسان بخواد برخلاف مسیر جهت آب شنا بکنه، همیشه باید انرژی زیادی رو صرف بکنه، همیشه باید تاب و توان زیادی داشته باشه تا این کار رو بکنه. در جامعه‌ای که تمام اون جامعه رو شرک فرا گرفته، تمام جامعه رو عبادت غیر الله فرا گرفته، شریک کردن بندگان خدا در صفات و شریک کردن بندگان خدا در عبادت با الله، در این جامعه اگر کسی بخواد خودش رو اصلاح بکنه، یعنی اینکه از این شرک خودش رو خارج بکنه، به توحید برگرده، بخواد موحد باشه، بخواد عبادت الله رو فقط انجام بده، نخواد که به غیر الله تمایل داشته باشه، از غیر الله حاجت بطلبه، از غیر الله کمک بخواد، طبیعتاً مورد تهاجم قرار میگیره، مورد اعتراض قرار میگیره، مورد بیمهری قرار میگیره، مورد ظلم و ستم قرار میگیره. اینجاست که باید صبر پیشه بکنه. اینجاست که باید استقامت داشته باشه. شاید پدر جلوش رو بگیره، شاید مادر جلوش وایسته، شاید همسر، شاید فرزند، شاید دوستان اعتراض بکنن، جلوش رو بگیرن، نخوان که این تغییر بکنه. همونجوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانشون دچار شدن به این مسئله. عموی رسول صلی الله علیه و سلم ابو لهب تفس انداخت به صورت نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم. بسیاری از صحابه پدرانشون، فرزندانشون، همسرانشون ممانعت کردن، مخالفت کردن. این نیاز به صبر داره، این نیاز به استقامت داره، این نیاز به پایداری داره. صبر بر عقیده توحید. شما عزیزی که پذیرفتی این عقیده رو، به این حقیقت رسیدی که توحید چیه، حقیقت شرک برای شما مشخص شده، حقیقت ندای غیر الله برای شما مشخص شده، عبادت واقعی الله رو بهش رسیدی، باید استقامت داشته باشی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یعنی این که کسانی که نمیخواهند الله مورد عبادت قرار بگیره، به وحدانیت، به یگانگی، با اخلاص تمام، اونها جلوی شما رو میگیرن. باید استقامت داشته باشید. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. اگر این گونه شد فرشتگان الله نازل میشن، نترسید، پریشان نباشید، نگران نباشید، اندوهگین نباشید. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، بشارت باد به شما به اون جنتی که به شما وعده داده شده. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا. ما در زندگی دنیا با شما هستیم، ما یاران شما هستیم، ما شما رو یاری میکنیم، ما برای شما دعا میکنیم.
و فی الاخره، در آخرت هم با شما هست. و در اون دنیا هر چی بخواید برای شما آماده شده. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، در بهشت هر چیزی که اشتها بکنین برای شما است. ولکم فیها ما تدعون، هر چی بخواید برای شما حاضر و آماده است. صبر در عبادات، صبر بر نماز خواندن. در سرمای صبح برای نماز از خواب بیدار شدن، خیلی جاها شاید آب گرم هم نباشه، با آب سرد وضو گرفتن، در فضای سرد خارج از خانه خارج شدن برای مسجد رفتن، این استقامت میخواد، این صبر میخواد. وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. شما خانواده خودتون رو، ای پیغمبر خدا، رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد خطاب این آیه قرار میگیره و تمام اومد در آیه 132 سوره مبارکه طه. ای پیامبر ما، شما امر بکن خانواده خود رو به نماز خواندن، واصطبر علیها، و صبر داشته باش، خود شما هم بر اون استقامت داشته باش، پایبندی داشته باش. و خانواده، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما این که به شما رزق میدیم، شما نیستید که ما رزق میدید. یک نکته لطیف در این آیه نهفته است. این قسمت آخر آیه بعد از ذکر نماز، لا نسألک رزقا، یک دغدغه‌ای که بسیاری از عزیزان دارن اینه که ما روزی 5 بار باید بریم نماز بخونیم، علالاقل 3 بارش ظهر، عصر، مغرب، حتی عشا مصادف میشه با وقت کار ما. تو مغازه نشستیم، سر کاریم، مغازه رو تعطیل بکنیم بریم نماز بخونیم مسجد جماعت. نه جایی که مسجد جماعتی نزدیک نیست، در مغازه رو ببندیم مشغول بشیم به عبادت. رفتن آمده از مسجد خودش 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه وقت بخواد. هر روز تعطیل بکنیم رزق و روزیمون چی میشه، از کجا میشه، روزی چند بار تعطیل بکنیم مغازه رو. این دغدغه. ادامه آیه الله تعالی چه زیبا میفرمایند، شما بر نماز پایبندی بکنید، لا نسألک رزقا، ما از شما رزق نمیخوایم، نحن نرزقک، ما این که به شما رزق میدیم. اگر نگران رزقتونید، ما اون رو ضمانت میکنیم به شما. ما وقتی امر میکنیم به نماز خواندن و استقامت و پایداری بر نماز، بر این عبادت، شما انجام بدید، نگران رزقتون نباشید. ما میدونیم که شما کارتون رو تعطیل کردید به خاطر نماز. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما به شما رزق میدیم، شما نمازتون رو پایبندی بکنید، رزقتون درست میشه. این یکی از راه حل های مشکل رزقه. کسانی که مشکل رزق و روزی دارن، نمازهای خودشون رو اصلاح بکنن، عبادت نمازشون رو استقامت داشته باشن، پایبندی داشته باشن، کامل و درست بخونن. والعاقبة للتقوی، و سرانجام از آن متقین است. روزه گرفتن در گرمای تابستان، نخوردن، نیاشامیدن، این صبر میخواد، این استقامت میخواد، این مشکله. انجام مراسم حج مشکلات خاص خودش رو داره، استقامت میخواد. انجام جهاد استقامت میخواد، مشکلات خاص خودش رو داره. این اولین نمونه صبر که باید همه ما با اون مزین بشیم و مد نظر ما باشه. با ما باشید. بعد از یک میان برنامه با نوع دوم صبر، صبر بر معصیت. شما بینندگان عزیز و ارجمند، اشاره کردیم که صبر بر 3 نوع. صبر بر طاعت که مختصرا بهش اشاره شد قبل از میان برنامه، و قسمت دوم صبر، یا بهتر بگیم نوع دوم صبر، صبر بر معصیت، صبر بر منهیات. صبر بر چیزهایی که الله تعالی ما رو از اونها منع کرده و طبیعتا انجام اونها معصیت. انجام ندادن اون چیزی که الله تعالی از ما خواسته که انجام ندیم. معاملات حرام، معاشرات حرام، رفتارهای نادرست. از یک طرف به دست آوردن مال حلال تا حدودی مشقت میخواد، کار سختیه، کار آسانی نیست. کار کردن در گرما،
کار کردن در سرما، کشاورزی کردن، رنج سفر تجارت رو به جان خریدن و رفتن و از خانه و کاشیان دور شدن و غربت و طبیعتاً همه اینها مشکله. اما از یک طرف تجارت‌های دیگه‌ای هست که خیلی راحت‌تر به نتیجه میرسه. ظاهرش اینه که خیلی راحت‌تر انسان میتونه که به ثروت برسه، یک شب راه 100 ساله بره. تجارت‌های ناجایز مانند مواد مخدر، این ماده نفرین شده، موادی که جامعه انسانی رو و جامعه اسلامی رو حتی داره تباه میکنه. خرید و فروش اینها شاید خیلی و بارها و مراتب سودش بیشتر از کالاهای حلال. انسان رو وسوسه میکنه شیطان. انسان وسوسه میشه خود به خود وقتی این سودها رو میبینه تا بره در این راه. انجام ندادن این نیاز به استقامت میخواد، نیاز به مبارزه میخواد با صبر. انسان باید ایستادگی بکنه در برابر اون وسواس‌های درونی. مستخدم محترم و بزرگواری میره کارگری میکنه. خانم ارجمندی جای مستخدمه، جای پرستاره، زحمت رو به جان میخره، صبح تا شب ساعتها کار میکنه در مقابل یک درآمد اندک که خرج بخوره نمیره بچه‌اش در بیاد. از طرف دیگه زن بدکاری شاید نصف ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت درآمدی داشته باشه که اون زن محترم اولی در 1 ماه هم نداشته باشه. انجام معصیت، شیطان، وسوسه های شیطانی نیاز به مقاومت، ایستادگی میخواد. نیاز به ایستادگی داره، نیاز به پایداری داره. باید مقاومت کرد با این وسوسه های درونی. رعایت حجاب در جامعه‌ای که پوشیدن حجاب، ملبس بودن به حجاب اسلامی عیبه، یا اگرم عیب نیست از دیدگاه کلی جامعه، متاسفانه خیلی از هم سن و سالهای ما، خیلی از هم نوعا بد میدونن، ما رو متهم میکنن به عقب ماندگی، متهم میکنن به امول بودن، انسان قرن حجر، عقب مونده، بی فرهنگ، بی تمدن. در این جامعه رعایت حجاب شرعی، گناه نکردن، معصیت نکردن، باید استقامت داشته باشه. انسان باید صبر بکنه در مقابل اون نیش زخم‌هاشون، در مقابل اون تمسخرهاشون، در مقابل اون توهین‌هاشون. حاضر نشدن در محافلی که رقص لهو و لعب معصیت در اون هست، محافل به اصطلاح شادی، این صبر میخواد در مقابل اون وسوسه های درونی. این استقامت میخواد. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. گناهکاران وقتی مؤمنین رو میبینن میخندن، با اونها میخندن. و اذا مروا بهم یتغامزون. وقتی که از کنارشون گذر میکنن گوشه چشم هی به هم دیگه فلانی رو نگاه کن، فلانی رو نگاه کن، هی به هم اشاره میکنن با کنایه. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین. وقتی برمیگردن خونه هاشون شروع میکنن به خندیدن. ما امروز یکی رو دیدیم قیافش اینطوری بود، لباسش این مدلی بود، تیپش اونجوری بود، کلاه سرش بود، ریش گذاشته بود، نقاب زده بود، چادر پوشیده بود، مقنعش اینطوری بود، مراسم عروسی اومده بود انگار اومده محفل عزا، یه گوشه نشسته بود، نه میومد برقصه، نه شعر میخوند، نه آواز میخوند. اصلا کسی نمیدونست کچل این خانم یا مو داره. سرش تا اینجا پوشونده بود. لباساشو میگی اوه اوه. مرده اصلا برج زهرمار نشسته بود. همه میگفتیم میخندیدیم، یه جوک هم به ما نگفت. یا بلد نبود یا خندیدن یادش رفته بود. حتما باید
انسان بیاد تو جمع بشینه، همه رو مسخره بکنه، تمسخر بکنه، غیبت بکنه، آبروی چند نفر رو بریزه. به هر حال طرف از یک چیزی خبر شده، کسی اومده پیش این آقا اعتماد کرده، پیش این خانم اعتماد کرده، یک رازی رو بهش گفته، یک سری رو بهش گفته، یا این ندانسته به هر حال مطلع کرده این شخص رو. میاد توی جمع میشینه، ها میدونید فلان این کارو کرده، میدونید فلان اینجوریه، میدونید فلان اونجوریه. بازارگرمی، خبرهای دست اول، آبروی یک شخص رو ریختن، غیبت کردن، تهمت زدن، حتی رفتنش پشت سرش تخریب کردن شخصیتش رو. محافل ما فقط گرماش شده غیبت و سخنچینی. و اگه با آبروی کسی بازی نکنیم تو محفلمون، اگر غیبت کسی رو نکنیم، اگر از کسی به بدی یاد نکنیم، اگر به اصطلاح خودمون مردم رو آگاه نکنیم از این فتنه هایی که دور برشون هستن، از این گرگ هایی که در لباس میشن، با این تعبیرات، با این توجیهات میخوایم خودمون رو آروم بکنیم. اگر ما مثل بقیه نباشیم متهم میشیم، به ما میخندن. وقتی میرن تو خونه هاشون، رفتین دیدین فلانی رو، و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین و اذا رأهم قالوا ان هؤلاء لضالون. وقتی که اینها رو میبینن میگن اینا بابا، اینا که عقب افتادن، اینا گمراهن، این بیچاره ها رو میگه ولشون کنین، بیچاره ها رو، اینا کسی هیچ خوشی ندیدن تو زندگیشون، اصلا نمیفهمن لذت چیه. اینا رو بذار همونجوری مشغول باشن با همون اعتقادات خودشون، با هم باورهای خودشون، منتظرن تا بمیرن برن بهشت. تمسخر، توهین. و ما ارسلوا علیهم حافظین، در حالی که الله تعالی اینها رو محافظ و نگهبان اینها نگذاشته بود. الله میفرماید اینها برای این فرستاده نشده بودن که از اینها نگهبانی میکنن، محافظت بکنن، برن هر چی دلشون خواست بپرسن بگن بهشون. در جای دیگری الله تعالی در سوره عنکبوت میفرماید و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون. ما بعضی از شما رو مایه آزمایش بعضی دیگه قرار میدیم، وسیله آزمایش بعضی دیگه قرار میدیم. میخوایم ببینیم که آیا شما صبر میکنید یا نه. وقتی که شما به این باور رسیدید که باید حجاب داشته باشی، خواهر من، مادر من، خداوند ما رو آزمایش میکنه. آیا شما صبر دارید؟ آیا استقامت دارید؟ آیا وقتی گفتید ربنا الله استقامت بعدش رو هم دارید؟ برای عقیده پایبند هستید یا نه؟ شما عروسی دعوت کردن، عروسی که فحشا و منکر توش هست، میرید یا نمیرید؟ چه مراسم میهمانی به اصطلاح تولد، به اصطلاح فلان، اصطلاحات زیادی و بهانه‌های مختلف کنار هم جمع شدن و رقص و پایکوبی و محفل زنانه است به اصطلاح. دوربینم داره فیلم رو ضبط میکنه، فیلمم در کل صفحات اینترنت این طرف اون طرف این طرف هزاران مرد میبینن این محفل زنانه خصوصی رو که گوشی برگزار شده بود. قرار بود خصوصی باشه، زنانه بود. میرید یا نمیری؟ امثال این آزمایشات خیلی زیادن در زندگی ما. نخوردن اشیاء حرام، نوشیدنی های حرام، غذاهای حرام، نرفتن جاهایی که فسق و فجور اونجاست، مثل بقیه نشدن در جایی که انسان مجبوره. بعضی وقتا مجبور میشه برای تجارت، برای کارش در یک کشوری سفر بکنه که اون کشور از لحاظ اعتقادی، از لحاظ اخلاقی بسیار افت کردن، بسیار شکست خوردن. آیا این میتونه خودش رو نگه بداره؟ اینها همش آزمایشات خداوندیه. پس نیاز به صبر داره. صبر بر معصیت، مقاومت کردن در برابر وسوسه های درونی، وسوسه های اطرافیان. قایم انسان اون چیزی رو که واقعا بهش رسیده عملی میکنه یا نمیکنه. این میطلبه که ما در این میدان از خودمون ثابت بکنیم ایمان خودمون رو، اخلاص خودمون رو، پایبند باشیم، ایستادگی بکنیم در مقابل این گناهان. به خاطر اینکه چند روزی به مال و منالی برسیم، به لذتی برسیم، حق کسی رو نخوریم. من توی اداره خودم اگر برم بر ضد فلانی صحبت بکنم، جای اونو من میگیرم، مقام بهتری به من میرسه. اگه دروغ بگم فلانجا پول بیشتری گیرم میاد.
جنسی رو که دارم میارم تو بازار میفروشم، اگه این جنس هم بگم که این جنس مال فلان کشوری، نمیخرن. اگه بگم این قلابیه، نمیخرن. اگه بگم من اینو انقدر خریدم، خب خیلی کم بهم سود میرسه. حتما باید بگم اینو من به خدا قسم انقدر خریدم، بیشتر از اون چیزی که خریدم 2 برابر 3 برابرش رو بگم، یک چیزم بکشمش، تا یک چیزی گیرم بیاد. اینها همه وسوسه هایی هستند که ما در مقابل اینها باید صبر داشته باشیم. صبر بر معصیت هایی که با زبان انجام میشه، از غیبت و دروغ و تهمت و سخنچینی و توهین. معصیت هایی که با چشم انجام میشه. وقتی توی یک جو انسان وارد میشه برای جستجوی یک مطلبی در صفحات اینترنت، یک دفعه چشمش میفته به یک تصویری که نباید بیفته. دنبال یک فیلمی میگرده، یک فیلم علمی، یک فیلم اسلامی، یک سخنرانی، ناگهان چیزی رو میبینه که نباید ببینه. اینجاست که باید صبر داشته باشه. اینجاست که باید استقامت خودش رو نشون بده، ثابت بکنه. یا اینکه جای وارد میشه، تصاویری رو میبینه که نباید ببینه. داخل خونه اتاق چند نفر جوان نشستن مشغولن، این هم داره میره اونجا، کار داره، کسی رو میخواد ببینه. چه میکنه این شخص؟ معصیت چارچوبش مشخصه. آیا این شخص خودش رو نگه میداره، استقامت داره بر اون چیزی که بهش رسیده یا نه؟ جوری اونها رو میگیره یا نه؟ اینم خودش میشینه اونجا مثل اونها میشه. گناهانی که با گوش انجام میشه، صداهایی رو که نباید بشنوه به قصد لذت، اون چیزهایی که منع شده آیا انجام میده یا نمیده؟ معصیتایی که با دست انجام میشه، اون چیزی رو که داره مینویسه بر ضد کسی، اون چیزی رو که داره مینویسه بر ضد اعتقاد مسلمین، به خاطر پول. خودش به این اعتقاد نیست، ازش میخوان شما این رو بنویسید ما به شما پول میدیم، شما این موضوع رو بنویسید ما به شما مقام میدیم. خودش هم بین باور نیست، مینویسه، تایید میکنه، امضا میکنه، چیزهایی رو تایید میکنه که برخلاف عقیده خودشه، به خاطر اینکه جایگاهش محفوظ بمونه، به خاطر اینکه پستش رو از دست نده، به خاطر اینکه اون مقامی رو که از طرف عده‌ای بهش رسیده نگه داره پیش خودش. این یکی از کارهایی که معصیتایی که دست داره انجام میده. ظلم میکنه یا نمیکنه با این دستش؟ اینها و بسیاری از امثال این گناهان با دست انجام میگیرن. آیا به خاطر منافع مادی، به خاطر دست یافتن به خوشی‌های زودگذر، لذت‌های فانی، این شخص نادیده میگیره تمام اون چیزهایی رو که بهش رسیده و میدونه که نباید انجام بده یا نه؟ صبر میکنه، استقامت داره، نمیبازه خودش رو، نمیفروشه مفت خودش رو و مقاومت میکنه. مهمتر از همه اینها، با شرمگاه خودش رو حفظ میکنه یا نمیکنه؟ صبر، وسوسه درونی از یک طرف، همونجوری که انسان وقتی گرسنه است و تشنه است تحریک میشه برای خوردن آب، برای خوردن غذا، از راه حلال باید به دست بیاره، نه از راه حرام. شهوت هم دقیقا همین گونه است. آیا برای اطفای اون غریزه شهوانی خودش از راه حلال استفاده میکنه یا راه های حرام؟ آیا صبر میکنه در مقابل این یا نه؟ اینها و بسیاری از این موارد نمونه هایی از اون صبری که ما باید بر معصیت داشته باشیم. صبر بر اون چیزی که الله تعالی ما را از انجامش منع کرده و نباید انجام بدیم، در مقابل وسوسه های درونی، در مقابل تحریک های درونی خودمون، در مقابل با خواسته های شهوانی و نفسانی خودمون باید صبر بکنیم و استقامت داشته باشیم. نوع سوم صبر هم صبر بر مقدوره و صبر بر مصیبت، اون چیزی که از طرف الله برای انسان میرسه و انسان رو مبتلا میکنه الله، که این بحث بسیار مهمی است که انشاءالله این موضوع رو در
برنامه بعدی با هم خواهیم پرداخت بهش و امیدوارم که همینجوری که در این لحظه تا این لحظه از این برنامه صبوری کردید و ما رو یاری نمودید، در برنامه بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید با قسمت سوم صبر بر مقدور. همه شما عزیزان رو به خداوند قادر یکتا میسپارم و تا برنامه بعد خدا یار و نگهدار شما.